درود بینندگان عزیز، آخرین تحولات توجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ پای میگیریم. شالو گلخوجه هستم در خدمت شما. امروز 29 ایون این موضوع را داریم. گفتگو طول کشید. ملاقات یک به یک رهبران توجیکستان و قرقیزستان که میبایست 4 ساعت پیش به انجام میرسید، هنوز پشت درهای بسته ادامه دارد. استفاده سوزانداری آلوده از سوی پزشکی بی‌پروا در پاکستان ده‌ها کودک را گرفتار بیماری نارسایی مسئولیتی بدن کرد. در 2 ماه من 20 سرایت شده را معلوم کردم. همه‌شان علامت‌های شبیه بیماری داشتند و به همه آنها ویروسی HIV سرایت کرده بود. و همچنین گزارش داریم درباره آنکه چگونه بعد مرگ پدر فرزندان برای تقسیم میراث جنجال می‌کنند. ما گفت زویشانی داره، مو همی زویشانی را دو در جان آیفته ما خیروستی گب نپرسیدیم. امامعلی رحمان و صادر جبارов رهبران تاجیکستان و قرقیزستان از صبح امروز و تقریبا 6 ساعت می شود ملاقات یک به یک دارند. خبرنگاری آزادی میگوید ده‌ها رسانه‌های دو کشور منتظر انجام یافتن گفتگوی هر دو پرزیدنت هستند که با چه نتیجه‌ای به نزد آنها میبرآیند. انتظار می‌رود پس از صحبت پرزیدنت‌ها هیئت‌های دو کشور به بررسی مسئله علامتگذاری و نشانه‌گذاری مرزی مشترک پردازند. نخستین سفر صادر جبارov به حیث رئیس جمهور به تاجیکستان در شرایط صورت می‌گیرد که مناسبت دو کشور سرد شده است. دوشنبه و بیشکک تا به حال محتوای صحبت امامعلی رحمان و صابر جبارov را رسانه‌ای نکردند. مولا رجب یوسفی و براد یوسفی که در قصر ملت منتظر انجام گفتگو هستند این گزارش را فرستادند. ملاقات رهبران تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادر جبارov ساعت 9 در قصر ملت آغاز شد. در آغاز این ملاقات صادر جبارov رئیس جمهور قرقیزستان در حضور خبرنگاران گفت واقعه های روزهای 28 و 29 اپریل یک امتحان سخت بود. صادر جبارov اظهار امید کرد که رهبران دو کشور تلاش میکنند تا این واقعه دیگر تکرار نشود. از روی نقشه قبلا طرح‌ریزی شده باید تا ساعت 11:50 ملاقات رهبران دو کشور و هیئت‌های تاجیکستان و قرقیزستان به انجام می‌رسید و سازشنامه‌ها به امضا می‌رسیدند. اما تا حال تا ساعت 15 به وقت دوشنبه تا حال واخوری رهبران تاجیکستان و قرقیزستان به انجام نرسیده است و ادامه دارد. معلوم نیست که این واخوری کی به انجام می‌رسد. درباره نتیجه‌های گفتگو هنوز اطلاع زیادی در دست نیست. تنها همین قدر می‌دانیم که میان تاجیکستان و قرقیزستان 4 سند نوی همکاری به امضا میرسد و جزئیات این سندها هم هنوز دسترسی ما نیست. ولی آنچه معلوم است مسئله علامتگذاری مرز یکی از موضوعهای اساسی گفتگوی رهبران دو کشور است. در نظر است که امروز سفری صادر جبارov به تاجیکستان انجام یابد و او بگاه امروز به بیشکک سفر کند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه. البته همکاران ما منتظر انجام گفتگو می شوند و گزارش مفصل را برای شما پیشنهاد خواهند کرد. ضمناً صادر جبارov را در این سفرش به دوشنبه وزیر امور خارجه، اقتصاد، نقلیات و ارتباطات، حالتهای فوق‌العاده، فرهنگ و اطلاعات و دیگر افراد رسمی قرقیزستان همراهی می کنند. سفر نخستین جبارov قرار بود در نیمه اول ماه می صورت بگیرد، ولی بعد مناقشه خونین در آخر ماه اپریل امسال در مرز تاجیکستان و قرقیزستان این سفر به تأخیر افتاد. بیشکک به دنبال مناقشه مذکور که در آن از هر دو طرف 10 نفر کشته و زخمی شدند، مرزهای خود را بر روی شهروندان تاجیکستان بست. والدان 10 کودک گرفتار به بیماری ویروسی نارسایی مسئولیتی بدن میگویند پول ندارند که معالجه و معاینه دائمی طفلان بیمارشان را ادامه بدهند.
سال 2019 اشکار شد که یک پزشک پاکستانی با استفاده به تکرار سوزنداروهای آلوده به ویروس سبب گرفتاری بیشتر از 1000 کودک به بیماری HIV ایدز شده است. گزارشی که حالا می‌بینیم درباره والدان و کودکان بیمارشان نقل می‌کند. حکیمه 25 ساله و دختر 4 سالش گرفتار بیماری نارسایی مسئولیتی بدن هستند. دخترش به حال است چون مشکل نفسگیری دارد. شفاخانه شهری رتودر را در معالجه آنها کمک می‌کند ولی ناکافی می‌گوید او. ما می‌خواهیم راه معالجه این بیماری را یابند که صحت شویم. چگونه تمام عمر به یک کودک دارو می‌دهید؟ گاهی جدول دارو دادن را رعایت نمی‌کنیم. گاهی یادمان می‌رود، گاهی کودک غبغا می‌بردارد. ما قشاقیم. حکیمه ساکن روستای صبحانی شهر ولایت سندھ پاکستان است. هم تقدیرانش در این روستا زیادند. در این دهه 30 کودک گرفتار HIV ایدز هستند. پسر شاهزاده شهر هم بیمار است اما برای معالجه دائمی پول ندارند. به ما میگویند که در شفاخانه های خصوصی معاینه کنیم. ما برای این پول کافی نداریم. من باید آیله را خورانم. از کجا برای معالجه پول میابم؟ برای رنگین پول ندارم. نه فقط من، تمام مردم ده قشقه است. تمام کودکان بیگناه به سبب بی‌پروایی یک طبیب تا سال 2019 به بیماری نارسایی مسئولیتی بدن گرفتار شدند. گناهکار مظفر غنگرو یک طبیبی را می‌دانند که سوزنداروهای آلوده را به تکرار استفاده برده صدها نفر را بیمار کرده است. تا حال 1300 گرفتاری HIV را ثبت نام کردند. عمران اکبر اربانی سال 2019 معمای گسترش ویروس در شهر رتودر را آشکار کرده بود. در 2 ماه من 20 سرایت شده را معلوم کردم. همه اشان علامت های شبیه بیماری داشتند و به همه آنها ویروسی HIV سرایت کرده بود. پرونده طبیبی متهم به جنایت در دادگاه است ولی برای حکیم شهر و دخترش حالا دیگر چیز مهم است. کمک برای ادامه معالجه تا حالش بهتر شود. احوالش اندکی بهتر شده است. پیوسته تب می کند و نفس تنگی دارد. حکومت به ما آنتیبیوتیک سپتران نمی دهد. هیچ گونه ویتامین نمی دهند. این مگر کمک از طرف حکومت است؟ با این حال ما فنا می شویم میگوید او. برمیگردیم به تاجیکستان و درباره جنجال یک اویله در شهر کولوب گزارش میدیم که بعد مرگ پدر نمیتوانند میراث او دقیق‌ترش خانه را بین خود تقسیم کنند. چون پدر پیش از مرگ فرصتی گذاشتن وصیت‌نامه را نداشته است، دادگاه میان فرزندان خانه را برابر تقسیم کرد. ولی حکم دادگاه بعضی از آنها را ناراضی گذاشته است. محمود جان رحمتزاده این موضوع را بهتر میداند. این خانه شخص است که بعد از سر او باعث سودبازی فرزندانش شده است. پسر و دخترانش برای آن در دادگاه می جنگند. گلدسته رسولووا تا مرگ پدر همراه او در همین خانه زیسته است. اما برادر او زوی رسولوف خود را وارث پدر می داند. خواهر خردی رخشانه نیز خود را میراث بر می شمارد. انا بعد گذشتن اتم از سال 2018 اینا 3 سال میشه 3 سال زیاد چید که مورانم خیلی روز مونا میکرد. اینا که سودی کلو مرا فایرود کرد. حالما همه را چی نسبتی همی برآورده. من سنی سودگریستم گفتم که من زنکی بیشوهرم گفتم 2 فرزند دارم گفتم من کجا میرم. پدر فرزندان سیحمید رسولوف سالها در وزارت کارهای داخلی کار کرده است. حجت‌های 2 خانه، یکی در کلوب و دیگری در دوشنبه به نام اویند. امی دادرم هم زندگی میکرد. چند بار سنی پدرم که خونه را بنامم که من نمیستم در خونه من قلاورم اینجا در خونه را بنام که پدرم گفت که من ایت باوری ندارم گفت من تا وقتی زندگی چی ما برنامه هیچ کنم میکنم گفتن بعد میدونم برنامه کی کنم. از سیحمید رسولوف 2 پسر و 4 دختر مانده اند. 3 نفر خانه دارند. 2 دختر به گلدسته و رخشانه وکالتنامه دادند که حصه میراث آنها به این 2 نفر داده شود. در وکالتنامه موجوده و میجگانه رسولوواها گفتند که گلدسته به جای آنها حق دعوا دارد. این حالت گلدسته و رخشانه و زویی را در تقسیم میراث به بحث دادگاهی کشیده است. گلدسته میگوید از 3 خانه پدر در بست به آنها 1 اتاق خانه رسیده است. زوی رسولوف قضیه را نخواست شرح دهد. تنها گفت که دادگاه چه قرار قبول کرد از روی همان عمل میکند. تقسیم میراث وظیفه نه شما نه ما نه هیچ برنامه شده برادر. برنامه‌ای که میبره
هیچ شما حق ندارم چون برای بررسی کنه و برطرف نه فقط سود مالی کردن میتونه. пайдо нашудани ваколатнома ва шифоҳӣ гуфтани падар дар бораи додани ваколатнома ба номи духтарҳо пои онҳоро ба дари додгоҳ бурд. خودشم یک ماه پیش مردنش هر دو توقع بدیم گفت که من زویشانی دارم گفته همین دادرم کجایده مورد تهدید کرده من شوهر ندارم خواهر میدکیم گفته که هر دیوره بعد گذشتن پدرم من میدونم را چیکار کنم من گفت زویشانی دارم مو همین زویشانی را دادر جان گفتم من خیر راستی گپ نپرسیدم. дар додгоҳи шаҳр ва минтақа гуфтанд муроҷиатҳо дар тақсими мерос вақтҳои охир афзудааст. ба гуфтаи масъулони додгоҳ аз қазияи зоир ва гулдаста расулова огоҳанд ва печидагии масъала сабаб гаштааст ки қарори ниҳоӣ қабул нашавад. мушкили ин хоҳару бародарон аз он ҷо сарчашма мегирад ки падар ҳангоми зинда будан васияти расмӣ намегузорад ва меросро тақсим намекунад. дар бисёр аз кишварҳо тақсими мерос бо васиятнома барои он ниҳонида шуд ки дар сурати набуданаш бахши бузурге аз мероси шахс ба фоидаи давлат мегузарад. ин ақида зиёд садо медиҳад ки чунин қонун метавонист пеши роҳи бисёре аз баҳсҳои меросро дар тоҷикистон бигирад, баҳсҳое ки гоҳе ба хунрезӣ ҳам мекашонанд. маҳмудҷон раҳматзода, озодӣ, кулоб. дар гузориши ҳамкорам аз ҷануби тоҷикистон мо дидем ки чӣ гуна се хоҳару бародар барои тақсими мерос бо ҳам забон намеёбанд, дар ҳоле ки моҳи равон шаҳрванди 76-солаи ҳиндустон зиёна чана ба ҳалокат расида даҳҳо завҷаву тақрибан 100 фарзанд ва набераҳои зиёдеро тарк намуд. оилаи ӯ бузургтарин оила дар саросари олам ба ҳисоб меравад ва шумораи дақиқи меросхӯрони ӯ маълум нест. идомаро аз Абдулло Ашуров мешунавем. مرد 76 ساله که 39 زن و 94 فرزند دارد در منطقه شمال و شرق هندوستان روز یکشنبه درگذشت. در این باره وزیر کارهای داخلی ایالت میزورم که او آنجا میزیست خبر داد. زیانا چنا رهبر روحانی مذهبی نصرانی محلی چناپال بود که بسیار زنی را اجازت میدهد. این مذهب را پدر او سال 1942 پایه‌گذاری کرده است. صدها سلاله و حدود 2000 نفر پیروان این مذهب هستند. همه آنها در دهه بکتوانگ زندگی می کنند که با شرافت این مذهب به یک مکان زیارت سیاحان تبدیل شده است. با نوشته روزنامه های محلی این عائله در عموم 181 نفر عضو دارد و با نظرداشت نبیره و ابیره ها یکی از عائله های بزرگ دنیا است. یک رقیب دیگر این عائله ویلیام بلکمور رهبر فرقه بسیار زنها در کانادا است که از 27 زن 150 فرزند دارد که در مجموع اهل عائله‌اش 178 نفرند. زیانا با اهل عائله بزرگ خیش در یک بینای 4 آشیانه زندگی میکرد که صدها خانه دارد. او صاحب کارخانه مبل سازی و خواجگی خوک پروری بود که در آن همدهگانش را با کار تامین میکرد. زیانا بار اول در 17 سالگی ازدواج کرده بود و ادعا داشت که بار در یک سال 10 توی عروسی برپا کرده بود. زوجه هایش در خوابگاه در نزدیکی اتاق زیست او به سر می بردند. روزانه کودکان و مادران آنها در پالیز مشغول کار بودند. تنها در یک خوراک شام اهل این عائله 30 دانه مرغ، 60 کیلوگرم کارتوشکا و 50 کیلوگرم برنج را استعمال می کردند. با وجود بزرگ بودن عائله، زیانا سال 2011 با آژانسی رایترز گفته بود که می خواهد عائله‌اش را از این هم وسیع‌تر کند. و دادگاه مسکو حبس پیشکی امیرشاه حسینов مجری 21 ساله توجیک را برای 2 ماه دراز کرده است. در این باره والنتینا چوپیک حامی حقوق مهاجران خبر داد. این زاده تاجیکستان را 25 ایون برای زن و زنی با اسکینهدها در مسکو دستگیر کرده بودند. به قول چوپیک حسینov گناه خود را در اوباشی با استفاده از سلاح اقرار کرده است، در حالی که به گفته نزدیکانش او تنها شرکت‌داری تصادفی زن و زنی با اسکینهدها بوده، در دست یگان سلاح نداشت. بینندگان عزیز، وقتی برنامه آزادی اینجا به پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. فراموش نکنید که فردا همه شما از آن را در برنامه منتظر خواهیم بود. با خبرهای نو خود را اطلاع کنید و خدا نگهدار.